سلام بر تمام دوستان. فکر کردم امسال عید رو حضوراً به تمام شما تبریک بگم و امیدوار باشم که سال بسیار خوبی رو در پیش داشته باشید. البته سال خوب یعنی چی؟ چه سالی رو ما میگیم سال خوبیه؟ داشتم فکر میکردم که تمام دردای ما تو فکرمونه. وقتی کمی توجه کنیم میبینیم که تمام چیزایی که ما رو اذیت میکنه تو فکرمونه. حالا برای اینکه رها بشیم ازشون چیه؟ آیا میتونیم جلوی فکر رو بگیریم؟ فکر میکنم سالی که پر سعادت باشه سالیه که پر از عشق و صفاست توش. آره، عشق و صفا. عشق کاری که میکنه جلوی فکر کردنهای بیخود میگیره. عشق کاری که میکنه آدمو مشغول میکنه به اون چیزی که دوست داره. حالا اون عشقش میتونه طبیعت باشه، میتونه چیزای دور و برش باشه، میتونه هر چی که باش زندگی میکنه، هر لحظه‌ای که باش هست میتونه عشقش باشه. واسه آخرین دفعه که توجه کردیم به عشقمون کی بود؟ آیا واقعا توجه میکنیم؟ مخصوصا ما به کسایی که خیلی بهمون نزدیکن کمتر توجه میکنیم، مثل اینکه مال ما همیشه با ما خواهند بود. یه مقدار بیشتر به اونا توجه کنیم. یادمون نره که عشق بازی به همین آسانی است که گلی با چشمی، بلبلی با گوشی، رنگ زیبای خزان با روحی، نیش زنبور عسل با نوشی، کار همواره باران با دشت، برف با قله کوه، رود با ریشه بید، ابر آبر با ماه، چشمه‌ای با آهو، برکه‌ای با مهتاب، و نسیمی با زلف، دو کبوتر با هم، و شب و روز و طبیعت با ما. عشق بازی به همین آسانی است که دلی را بخری، بفروشی مهری، شادمانی را حراج کنی، رنجها را تخفیف دهی، مهربانی را ارزانی عالم بکنی و بپیچی همه را لای حریر احساس. گره عشق به آنها بزنی، مشتری هایت را با خود ببری، با لبخند. با لبخند اینه که میشه انجام داد، همیشه یه لبخندی روی صورتمون باشه. عشق بازی به همین آسانی است. هر که با پیش سلامی در اول صبح، هر که با پوزش و پیغامی با رهگذری، هر که با خواندن شعری کوتاه با لحن خوش، نمک خنده بر چهره در لحظه یک کار، عرضه سالم کالایی ارزان به همه، لقمه نان گوارایی از راه حلال، و خداحافظی شادی در آخر روز و نگهداری یک خاطره خوش تا فردا، در رکوعی و سجودی با نیت شکر. عشق بازی به همین آسانی است. انشاءالله که سالی داشته باشیم پر از عشق و صفا و یه مقدار توجه بیشتر بکنیم به این عشق که مایه نجات ماست، مایه صفا و صمیمیت، که نهالیه که اگر بهش آب ندیم میمیره. سال خوبی رو برای شما در پیش آرزو میکنم. قربان همگی، خداحافظ.